Bismillahirrahmanirrahim. Members references. The references table of contents. Choose table of contents. अवल कमेंट चीज टेबल ऑफ कंटेंट्स तवसत इन कमेंट में तवानेम कि आज इनवाने हेडिंग दौर چه سمین عنوانه هیدینگ دار فهرست جور کنیم. از کدام قسم عنوانه heading دار دفتر بدبری art text توسط art text में توانیم که تکس انتخاب شده با عنوان تبدیل کنیم او پس عنوان با تکس ساده تبدیل کنیم. عنوان را با تکس ساده تبدیل کنیم. अपडेट टेबल अपडेट टेबल توسط अपडेट टेबल में توانیم وقتی که عنوانه را تغییر و تبدیل کنیم عنوانه را چی کنیم؟ تغییر و تبدیل کنیم یعنی در فهرست برای ما تغییرات می آورد. وقتی که عنوانه را تغییر و تبدیل کنیم امی فهرست که تو جور کنی با توسط اپڈیٹ میں تنکیو تغییرات بھی اور کچھ عنوان ہے کابل اب تو نوشتہ کرے کہ ہرات بجے کابل یہ اپڈیٹ کو انجم بنے دا فہرست بنے وقت کہ عنوانہ را تغییر و تبدیل کنیم دا فہرست برے ما تغییرات بھی آورا اینی کمانڈ اگر یہ کمانڈ نہ باشا دا فہرست برے چی تغییرات نہ میں فکرت باش شاگردا شما میخوایی که کتاب رو نوشته کنی چی؟ کتاب با کتاب یک چیز ضرورترین چیز چیست که اول عنوان به چی باشه؟ هیڈنگ دار باشه یا دم باشه؟ فهرست کتاب خود نہیں سمجھے کرو مطلب فهرست دارم شاید دفتر مطلب کتابو که دارم table of contents فهرست میبینی
که مطلب فایر که از در پیج اول است، آیل که از در پیج 95 است. صحیح؟ اینی عنوان دی صفحه است. هر کتاب که تو جور میکنه با کتاب فهرست ضروری است یا نیست؟ تیبل آف کانتینز برای ضروری است یا نیست؟ باید بفهمیم که تیبل آف کانتینز چه قسمی جور میشن. امید علی خودی دی. دیکھو انگلیسی از داخلی سر کتاب از طرف چپ شروع میشه، دری پشتو که باشه از طرف رایت شروع میشه. صحیح؟ آره ببین. موضوع نوشته کردی مثال درباره کنترل پلس انتر اینجا یک صفحه برفهرست میمانه. نوشته کردیم داس. صحیح؟ داس در کاوس نوشته کردیم دیسک آپریتینگ سیستم. انتر ایرا با آل کنترول 1 بچی تبدیل شده هیڈنگ 1 شد یا نشد اکوال آر این دی قوس شروع قوس بند انتر کنترول پلس سی کنترول پلس وی ارچن سوارخ شد و اینجا بھی نوشته کردیم که سافٹویر shift plus home control plus r plus 1 control plus v عنوان دومی بود یا نبود؟ ما برتن گفتن که ضرور عنوان به چی باشه؟ هیڈنگ دار باشه. نوشته کردی هاردویر سافٹویر آله نوشته کردی سافٹویر شامل چیست؟ سافٹویر آوتپوت application software shift plus home control plus alt plus 2 heading 2 برشتا اور معلومات که دوباره بود دیگه کدام سافٹویر است؟ application software system software shift plus home control plus R plus 2 control plus V عنوان آره نوشته کردی اینجا نوشته کردی که پاکیج سافٹویر heading 3 برشتا کدام heading 3 control plus V آخر مثال اینجا نوشته کردی که کاستوم سافٹویر این عنوان ضرور نیست که تو باید سافٹویر نوشته کنی دلت که هر سافٹویر نوشته میکنیم هیڈنگ 3 شد کنترول پلس وی آلی میبینیم چند صفحه معلومات 12 سه نیست صحیح یک عنوان دیگه می اینجا دادی مثال اینجا آمده که ویندوز heading 1 اول صفحه با فهرست ماندم با کدام؟ فهرست در صفحه اول جور میکنیم کنه اینجا باید بیم چی جور میکنیم؟ فهرست ایش نام اینجا کرسر ماندم چی بارش میگم؟ اینجا بیم تیبل آف کنتینز اول کنتینز سنیست یک شکل است سنیست کنتینز به این شکل کنترول پلس زی دوام एक قسمی हेडिंग 2 سوم اسٹائل تیار جور شدگی سے نیست اونجا سے کو من والی تو اینجا ٹائپ کو تو بلا ٹائپ دا چپٹر ٹائٹل لیول ہیر ببین بائی شکل ما هوی استیلاس ایرنا میگیریم مور استیلا گبیخ یا office.com میاری table of contents یا اتین جاور دی شما میخوای که را چی کنی؟ ریموف کنی رای ریموف کردن اتین چه قسمی است ببین
وقتی که میخوای table of contents remove شوه the table of contents استاد استمی remove شد یا نشد پس چی میشه؟ remove میشه remove هم همیه آیا ما میتونیم که table of contents جور کنیم اینجا به دایمن سب باشه یک شکل جور کردی مثال هر قسم شکل که باشه دیزاین برش دادی هر چی که جور کردی صحیح شکل است صفحه سر صفحه ما میخوایم که یارا به چی شوه سیو میشه نمیشه اون table of contents ما هم یک table of contents سیو کنیم بنامی چیز اون table of contents که مناخ مشکل نداری از office.com آورده میتونیم اینجا خالی کار برات میکنه اینجا ریموو میکنه وی سیو کرده پس ریموو کنیم ما میخوایم که بدل خود باید جور کنیم table of custom table of contents این ایندکس آن میشه این در کدام چهار کمانده سر کدامی جدا جدا چی میشه آن میشه کل لگی اینجا میبینی index table of authorization caption کل لگی اینجا سے نیست صحیح 2013 دیگه قسم است اینجا 2003 مردم یک جا اونجا آن میشه تو فکر میکنه که اونجا یک جا درس میده حالی برش حافظم آف کرد یک جا درس داده نمیشه جدا سی جدا لی ببین دیست دنایی کار میکنه اگر ده ایندکس شما اینجا بی انزرت ایندکسشن تنها ایندکس آن شد دیگه آف شد یا نشد هر کدام جدا جدا باز میخوانیم کوئی تنها بخاطر فهرست جور کردن است اینجا که شما بی فهرست بدل خود جور میکنی کدام دیزاین بید باشه شو پیج نمبر نشان بده پیج نمبر یس نشان بده رایت الاین پیج کدام لاین بید باشه نی لاین هر لاین که میخوای چند دانه هیدینگ بید نشان بده سی هیدینگ است یا نیست شما میتونی که هیدینگ را زیاد کنی پنج چند هیدینگ داریم نو هیدینگ داریم یا نداریم تا نو هیدینگ بید نشان بده این چی مانا سی هیدینگ اگر اول شما بی چند هیدینگ نشان برات میداد سی هیدینگ اوکی table of contents use شد یا نشد دا separating system دا پیج اول کدام هیدینگ است سافٹویر اپلیکیشن کدام هیدینگ است نہیں یہ اپلیکیشن سافٹویر کدام هیدینگ است اینجا لیوال اعلام میکنه میبینی هیدینگ 1 است اینجا هیدینگ 2 شد اینی 3 است میبینی سهانا لیوال را اعلام کرد یا نکرد یک لیوال پیش آمد یا نامد هیدینگ 1 است اینیم هیدینگ 1 اینیم هیدینگ 2 هیدینگ 3 هیدینگ 3 است هیدینگ 1 است میگم در قطار اول است یا نیست کدام هیدینگ است table of contents که جور میکنی در فهرست میخوایی که یک چپتر مثال شامل اینی چیزاست اول چپتر عنوان دادی که اینی پلانا مثال نوشته کردی tenses عنوان شد یا نشد دو tense مثال present future past باز دهار کدامش باز هیدینگ 3 گرفتی مطلب شامل اینی است اگر هیدینگ نگیری استاد ما میگیم اینجا ایت میخوایم که بیخی بده یه هیدینگ 2 3 نباشه شما دی کنفیوز شدی تو زود کنفیوز میشه هیدینگ 1 بید باشه کدام هیدینگ کلاگی بید هیدینگ 1 اپلیکیشن هم بید کدام هیدینگ کنٹرول آلت 1 هیدینگ 1 شد سیستم سافٹویر هم کنٹرول آلت 1 هیدینگ 1 شد
कस्टम सॉफ्टवेयर हेडिंग 3 بود یا نبود؟ کنترل آلت 1 اینم هیدینگ 1 کردیم. ویندوز خطنا هیدینگ 1 است. कंट्रोल ऑल्ट 1 استاد یک لینک جور کردم میتونیم خود یک تیبل آف کانتنتس کلیک میکنیم نه مثلا این مونا میبره وجود یک چیز جور کنیم در صفحه آخر باشه پس کلیک کنیم در صفحه آخر रेफरेंस में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स इरा रिमूव में करें पास में हम टेबल ऑफ कंटेंट कस्टम तर मोबाइल लिंक भाषा ना भाषा भाषा रीचक ना भाषा आलवी लिंक भाषा ओके कंट्रोल प्लस जी आरजे कर्सर बुदुन जबरत लिंक और मोबाइल में कर्सर ही जस कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स ओके कल ये भी कतारा में जाना لکه لینگوان از بیان کلی والا بات والا الف لیول نداره ها داره لیول کدام ما میرم کستم سافٹویر کلیک کو کستم سافٹویر دیگه اگر پرینٹ کنی برات معلوم میشه که نفر که کتاب اول که هر کس کتاب میخره یا میبینه فهرست استفاده میکنه که دی چی شامل است سمی کنه نه میکنه فهرست سمی کنه مثال کستم سافٹویر والا شامل است کستم سافٹویر کار در زود میده در صفحه داره باز میکنه اینجا فهرست فهمیدی؟ کتاب این ششتم فهرست جوید تنه عنوانا را تو جمع کو دیگه کار نداره عنوانا را هیڈنگ بته و اینجا به کمانڈ باز کو برات اتوماتیک جور میکنه از این عنوانا جور میکنه کدام عنوانا کی چیز هیڈنگ داره ریموو کاستوم ما میخوایم او را سه هیڈنگ اگر میتونی که هیڈنگ کم نشان بدی به استایل نباشه دیگه استایل بده باشه स्टाइल तगीर शो जाना शो मितानी के स्टाइलिश चिकनी तगीर कदी के बाद भाई स्टाइल ना भाषा बदीगा स्टाइल भाषा सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स इनच्या पास भी फ्रॉम टेम्पलेट राइट लिंक वेदना भाषा दबा बेनिश तासुब के ये हर कदम इन जमा में क्लिक करें आले लिंक खुदा कंट्रोल प्लस जी में टेबल ऑफ कंटेंट्स कस्टम लिंक दर माबैन मौजूद ना भाषा ओके शी नहीं टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव दे साहब लिंक ना भाषा दर कदम द क्लासिक टेम्पलेट लिंक ऑफ कदम ओके मेरा जीजा पेज 1 पेज 2 मेरा है हाँ after get it وقتی که دی از اینجا لینک پت شما قطع کردی اینجا که کامند چند دفعه پرس کنی که لینک پاس میگیره صحیح و این لینک کات میکنه ما برات کار کنه ببینم اگه این چک باشی را اتوماتیک اینجا لینک آره خطا است اگر چند دفعه کلیک کنی اینجا باز اتوماتیک آره لینک گرفته ببین که اینجا ببینی لینک چی شد آن نشد ها نکته خو پوه شئ دا ریکارډ شوي ګوریا به څه وایي کاستوم لینک این همی لینک باید کات میکنه صحیح که کلیک کنی این لینک باید در مابینش باید موجود نباشه اینجا آمدی استایل است کدام استایل فرام تمپلیت گرفتی یک استایل مودیفای میکنی مودیفای به این معنی تغییر آوردن table of contents 1 table of contents 2 table of 2 سی معنی table of contents table of contents 1 modify میکنی با کدام شکل کدام قسم باید باشه څنګه این تو صاف کنیش که توی طرف صحیح کنی
تایب نیو رومان یا هیدینگ یا کالبری یا اکستل باید باشه. امپکت طرف چپ نیو تمپلیت اد تو स्टाइल गैलरी مکمل باید اد شوه. این स्टाइल رنگ باید باشه، اندرلاین هم باشه، سایز باید 14 شوه. کدام بولتس و کدام طرف حرکت برش میتی، کمی طرف حرکت هم باید کنه. باید نیمش چی باشه؟ TUC1 نیو سی کل هیدینگ 1 هست نیست میبینی؟ स्टाइल هیدینگ 1 تو مودیفای تغییر کردی. اگر اینجا به شاگردا کدام स्टाइल شما میگیرید اینا هیدینگ 1 خط میکنی چی باید نباشه؟ یک عنوان ما آوردم میره هیدینگش کنترل آلت 2 هیدینگ چند کردیم 2 که اینجا بیم این تغییرات بدل شد. ببین آره لینک داره یا نداره؟ اینجا مکمل لینک است. صحیح لینک است. ما میخوایم اپدیت تیبل، اپدیت انتایر تیبل شکل تبدیل شده اپدیت پیج نمبر کار میکنیم برای ما پس میخوایم ریموف. حالا که هر کدام لینک شما میاری در اول شکل اینی میه کستوم هیدینگ 1 به شکل میه یا نمیه؟ میبینی استایلش تغییر شده نشد. ما یک استایل کلاسیک یا دستینیشن اینی یک استایل گرفتم. اوکی اینجا لینک داره یا نداره؟ ها میبینی سیستم لینک هست یا نیست؟ شما میخوایی که تیبل آف کنتینتس باید ریموف شوه. اینجا باید بیه تیبل آف کنتینتس. اوکی اینجا لینک داره یا نه؟ کستوم لینک هست یا نیست؟ دوسا که لینک هست ما میخوایی میره لینک ختم کنیم. چی باید ختم شوه؟ لینک. لینک هست میبینی؟ اینجا که کدام دست به لینک ختم کرده اینجا ختم نکرد. ایرا خو کاستوم که کرده مودیفای. مودیفای چی مانا؟ مثال در تیبل آف کنتینتس موجوده میتونه که شکلش تغییر کنه. ایرا مودیفای مانا شکلش تغییر چی؟ تغییر دادن. اینجا باید ما برتن گفت اور وقت باید تمپلیت باید بگیری بازان میشه. صحیح با تمپلیت کدام نو داره هیدینگ داریم یا نه؟ نو داره تیبل آف کنتینتس هست یا نیست؟ کدام هیدینگ تو بودی باید کدام رنگش باشه، کدام شکل باید باشه. اینجا تغییر کنه مشکل است برای تا. آپشن هیدینگ را اگر ڈیلیٹ کردی اینجا پس شما میتونی که هیدینگ را چی کنی؟ نوشته کنی 4 هیدینگ خدا اونجا موجود نیست. 5 6 7 8 9 افغانی هیدینگ هست. استایل باشه نباشه هیدینگ د آوتلاین لیول باندې ما نشان به یاداتی انټایر ټیبل آوتلاین لیول کدام لیول است ببین آوتلاین لیول ایره که آوتلاین بی الی د آوتلاین لیول است نیست ایره کدام لیول میگم آوتلاین لیول ای آوتلاین لیول شما بعد د آوتلاین لیول میفهمی که آوتلاین لیول چی معنی Control plus outline make a view. Just outline this any outline please. The table of contents ما تغییر آوردیم صحیح. even یک عنوان دیگه اضافه کردی کتاب نوشته میکنی یک عنوان دیگه نوشته کردی عنوان ورد ورد نوشته کردی کنترل آلت 1 هیدینگ 1 است اور باره ورد هم معلومات نوشته کردی یک عنوان اضافه شد یا نشد باز عنوان آوردی اکسل هم والا شروع کردی کتابش نوشته میکنی
ش پلاس فین کنترل پلاس ال پلاس 1 این عنوان است. حالا شما چطور میدانی که به در فهرست خود این عنوان دو دانه اضافه کردی اینجا آمد؟ اینجا خونه آمد کنه بود تغییرات میده اینجا بی در رفرنس اپدیت بید شود اپدیت پیج نمبر اون نه اپدیت انتایر ٹیبل بید اپدیت شود اپدیت شده باشه. حالا ببین پاکی سابتیر در صفحه هشت است یا نیست؟ کدام هشت صفحه هشت یا سیستم سافٹویر پاکی سافٹویر کنٹرول پلس ایکس از اینجا کت کردی در صفحه کدام آوردی؟ 19 آوردی. صفحه 19 سه نیست. شما بی در فهرست ببینی الان در صفحه 8 سه نیست نه؟ هیچ نفهمی ما میخوایی اپدیت بید شوا اپدیت چی؟ پیج نمبر اونلی 19 پیج نمبرش اپدیت شد یا نشد؟ یعنی کار کردی یک عنوان از یک صفحه با دیگه صفحه آوردی چه قسم بید شد؟ یک عنوان است با کدام هیدینگ بید باشه؟ دو ناتینگ ساده شد یا نشد؟ ساده که شد اینجا خب اپدیت کو اینجا چی نبیه اینجا ساده عنوان با ساده تکست تبدیل کردی تو میخوای نه با ساده تکست نباشه باید اینجا هیدینگ 3 باید باشه. آده هیدینگ 3 شد یا نشد؟ پس شما میخوای که اینجا باید اپدیت از این شکل شما میتونی که با کدام هیدینگ تبدیل کنی. ببین اپلیکیشن سافٹویر کدام هیدینگ است؟ هیدینگ 1 بود یا نبود؟ شما میتونی که را تغییر کنی حساب انتخاب کو چی بارش بگو هیدینگ 2 باید باشه. هیدینگ 2 کردی و اینجا بیا هیدینگ 2 خونه شد. اگر اینجا تغییرات بیاری تیبل اپدیت انتر تیبل اشکال خانه است. اگر شما بھی اینجا کدام عنوان با هیدینگ بیخی هیدینگ نوت 9 تبدیل میکنی کدام هیدینگ؟ ورد ہوم ٹاپ هیدینگ 4 است 5 شد 6 7 8 9 هیدینگ 9 شد یا نشد؟ حالا فیش معلوم نمیشه و در فهرست کی بھی حالا هیدینگ 9 حالا میبینی که حالا هیدینگ 9 چی است ورد میبینی. از سوچ هست از چی لیست بیرون شدی در آمان بسیار صحیح؟ از چی بیرون شد؟ تقریبا لیست بیرون کرده که بسیار پس شما میخوایی که نه در هیدینگ 6 باید باشه. رفرنس اپدیت آدم از چوکار بیرون اون طرف رفته خب بی کمانده هم مشکل نداری استاد تیبل از کانتنت که آوتلاین می آوردیم نیست آوتلاین براتون گفتم آوتلاین کار میکنم اینجا چی کی میکنم صحیح آوتلاین تیبل انتر تیبل انتری فیلدز وقتی که ببین او آنچک بود یک انتری که چندین تیبل میاری سر یک دیگه کدام مشکل برای جور میشه نمیشه انتخاب است is replace اینجا ما بیم انتخاب نیست table of contents option میارم اینجا مثال replace message میده اگر چک باشه اگر چک نباشه شما میتونی که چندین دانه بیاوری ببین option table entry fields صحیح
و آوتلاین بعد آوتلاین بعد گفتم استل خو اگه چک باشه آن میکنه کار اگه چک نباشه آن نمیکنه. استاد بعد از ما آفلاین ها یکان لیبالا یکان نامای دیگه بودن او خو ما استیلا جور کنیم کمال و فلانا و بسار استیل و نرمال و کمال و تی سی هیڈنگ کالی ما جور کنیم صحیح وارا میخه یا نمیخه رسٹ بالا چوالی بیارا چی میکنه؟ بالا چوالی بیارا استاد تو هیدینگ سه ثابت میشه ها؟ از این بالا نمیشه چقدر که بخوای اپدیت کرده میتونی و اینجا ببین هیدینگ 6 چرا برای ما نشان نده یک سوال برای جور میشه یه پروگرام ورد با هیدینگ 6 تبدیل کردیم چرا اینجا سوال ببین استاد شد اینجا این با چرا با هیدینگ 6 تبدیل نشده پروگرام ورد آیا لیست بیرون شد چی مشکل بود؟ ها؟ ببین شاگرد اینجا ما برشان گفتم که چند هیدینگ برای ما نشان بده سی است یا نیست اگر بگیم که امینو تا هیدینگ نشان بده خب مشکل نیست تانو هیدینگ برای ما نشان ورد هیدینگ سکس حالی نشان بده آفرین خوب نشان ریموو بعد از این نوت فوتنوت میخوایم کدام کماند است؟ insert endnote insert footnote نوشته کو footnote endnote endnote footnote توسط فوتنوت میں توانیم کی داخل صفحہ دربارے متن معلومات بده ہیں داخل صفحہ اور توسط ان نوٹ میں توانیم کی در آخر کتاب یا آخر نوٹ دربارے چیز معلومات اور ہر صفحہ کی ہر لغت کارداری داخل صفحہ این لغت مایی میبینیم که این لغت سخت است اینجا باید برای ما معلوم این فوتنوت گفته میده اگر این نوت بگیم داخل کتاب فوتنوت در آخر هر صفحه میتونی که معلومات اضافه کنی این نوت داخل معلومات داخل مکمل کتاب میتونی که معلومات را اضافه کنی این نوت داخل کتاب فوتنوت داخل هر ورق yes این نوت داخل معلومات یعنی کتاب 100 ورق نوشته که دالی اعلانا برید یک چیز که نوشته میکنه داخل کتاب داخل کتاب چی نوشته شد نه شارتکتش شارتکتش کنترل آلت اف است کنترل آلت اف نه فوتنوت آل پلس اس پلس اف بس چیز فوتنوت هم است آل پلس اس پلس ای پریس کردی باز این نوت گرفتم ببینید تکسار ما نوشته کردیم بیخی دی نیست چیز تکس اکوال آر این دی تقریبا 3 صفحه سے نیست اگر لغت که در ترجمه شما دیدی در کتاب مکتب که یک لغت سخت باشه بالایش هم اینجا می دو دانه مثال یک ورق است کمان صحیح؟ این ورق است یا نیست؟ اینجا که چیزا نوشته است خود یگان الفاظ که است این الفاظ سخته اینجا نفاری یک نوشته میکنه اینجا یک نوشته میکنه یک خط باشه معنیش این لغت دو اینجا باز دو میشه اینجا معنیش اینجا 3 لغت که برای ترجمه میکنه صحیح؟ این نمبر اون نمبر که ببینی همراه این نمبر مساوی میشه باز چی میکنی؟ نمبر
فهمیدی؟ اینو چی میگه؟ فوتنوت. اگر این 20 ورق باشد آخر میخوای که یک معلومات به را این نوت گفتم. خب ببین این لغت نمیفهم که چیست. اینجا شما باید بی رفرنس insert footnote. footnote چی معنی؟ based mean the highest quality. صحیح؟ یک لغت دامه ورق هست یا نیست؟ اینجا یک آمد یا نامد؟ یه رقم استراچ که معنی میده اگه نشد اگه کپی کنی اینجا یک است اونجا است. یس ویو نمیشناسم. ویو چیست؟ برد میگه the site seeing is called view. سلک معلومات است درباره نیو چی معنی؟ هر چی که نوشته کنی. اینه چی گفته؟ فوتنوت است یا نیست؟ اگر چاپم کنی یک که اینجا نوشته شد که لغت سخت دیدی برو داخل این نوت دیده میتونی. این نوت گفته میتونی. چی گفته میتونی؟ ده هر ورق میتونی که بیخی زیاد لیتنه این نوت بیاوری و دیم این نوت بایم. دیم چی معنی؟ تو اینجا نوشته کردی که ده essay is called the موضوع یعنی اینه چی بود؟ این نوت بود. فوت نوت بود. فوت نوت بود یا نبود؟ ما میم این نوت بایی اوتلاین این نوت انلاین این نوت معلومات میدون داخل کتاب بید انزرت این نوت داخل کتاب آمد یا نبود؟ صحیح؟ نمبرش ببین رومیانو بارو اینجا چه نمبر ایسی یا نبود؟ اگر شما اینجا بی ये खबर नोट दादी ये नोट शू फुट नोट्स को लगी नोटा बारे माने शामिल है वी फुट नोट्स एरिया वी इन नोट एरिया फुट नोट एरिया बारे माने शामिल शानदार जाना था शुमार अमी वाला किस्ता दस्ती वर्षमी की शो इन नोट एरिया इन नोट है अगर भी इन जबरशमी के नेक्स्ट फुट नोट دیگه فوتنوت اینی هست یا نیست؟ نیکست دیگه پریویس قبلی نیکست با دیگر و پریویس با کدام؟ قبلی رفته میتانی نیکست این نوت یک دانه هست یا نیست؟ پریویس این نوت خو یک دانه هست بامی یک این نوت تو را میبرا پاس میاره ایره میبینی نمواری ای طرح بات هر وقت این نوت رو مین عادت میگره و دیگه لینک بسته است که اونجا که این نوت کلیک کنی اینجا هر وقتی که شما میخوایی ما براتون یک کمند اینجا گفتم insert link cross reference end note یا foot note میبینی تکرارش insert کن که هر جا insert کنی یه طوری که به شکل این کلیکی کنیم اونجا رفته صحیح؟ مشکل دی خو یک کس برات میگه که این نوت لین باید کلان باشه دیگه کتاب دیدی کلان آمد یا نامد اینجا باید بی ویو اوتلاین اوتلاین که آمدی رفرنس شو نوتس یا کدام قسم لاین باید باشه فوتنوت سپاریتر اینی هست یا نیست تو این رقم تایپ کردی کلان آمد یا نامد پس اینجا آمدی اوتلاین هم بند کردی صحیح the note any darsharaman the misal footnote insert in note dada metani footnote wa in note dada metani in note rafta metani wa in jadida metani देखो मुश्किल नहीं सही चल रहा
شما اینجا کامنت داری که هر کدامش جدا جدا کار میکنه. footnotes bottom page below the text کجا باید باشه؟ زیر تکست باشه یا داخل صفحه باشه؟ خاصان کامنت است. end note with the end of the section end of the document داخل سکشن یا داخل داکومنت. اگر سکشن بگیری داخل سکشن داده میتونی. مثال ببین دیگه ما سکشن گرفتم صحیح. پیج لیاوت بریک کنتینیو سکشن هست یا نیست؟ دامو سکشن شما استادستی بایی نوت بیتی. reference end note بیتم end of section end of section and end note بیتی نی بینی یک مشکل شده آنها شده end of section یک کامند اینجا شما مان دیگر فکرت می بود the insert the page layout the اینجا که کلیک میکنی layout suppress end note به از اینجا چی کنه؟ از بین برد یا نمارده ما بین سو فوتنوت داده میتانی این نوت داده میتانی. فوتنوت باید کجا باشه؟ داخل صفحه یا زیر تکست. این نوت باید داخل داکومنت یعنی اگر 1000 ورقم باشه داخل داکومنت نه داخل سکشن که جدا که داخل سکشن باشه کجا باشه؟ فوتنوت چیزی گفتن نمیتونی سکشن نه سکشن او تکست داره خود داخل تکست بگیری سکشن ضرورت نیست. کنورت باید شما چی؟ کنورت all end notes to footnotes کل لگی نوتا دا جه convert all footnote to end notes swap میشه end note دا جه footnote میں footnote دا جه end note میں بھی کل لگی چی شده؟ convert شد ببین تبدیل شد یا نه شده؟ کنترل پلس زی شما میخوای convert باید شوه convert all end notes to footnote کل لگی نوتا باید کجا برا؟ در جه footnote باید برا در جه footnote آمد یا نماد میبینی؟ صحیح؟ این نوتا در کدام چه آمد؟ در جه footnote آمد control plus Z convert باید شوه swap footnotes in end notes footnote در جه end note باید برا end note باید در جه footnote برا مثال تغییر و تبدیل کنن جه باید چی شوه؟ تبدیل کنن آلگی ببینی این نوت هست یا نیست اینجا آمد فوتنوت بگی فوتنوت در جای نوت آمد کل لگی نوت ها اینجا جمع شد این چی باید کرد سواب کنترل پلس زی دیکھو مشکل نیست کنورت اول کل لگی چی شد کنورتس آل فوتنوتس تو این نوت کل لگی فوتنوت ها در جای نوت ها رفت امو جا یک جا شد فوتنوت مهمان این نوت شد اول کمان دوام کی بود آل این نوت مهمان شد فوتنوت شد سوام جای تغییر کرد این نوت در جای فوتنوت آمد فوتنوت در جای فوتر لیاوت کدام شکل باید باشه کالم 1 کالم 2 کالم 3 یا میش سیکشن فارمت کدام باشه یک دوسری الف بیتی یا کدام سمبول باشه اینجا سمبول آورده میکنه رجستر سمبول جای سمبول هست کالم است کدام شکل باید باشه فوتنوت لیاوت کالم شکل باشه یا دراز باشه سمبول آمد یا نامد شما وقت که میبینید جای کالم چی می سمبول باید نباشه الف بیتی باشه از چی باید شروع شود اول از فی شروع شود کنتینیو باشه یا ریستارت این ایچ سیکشن در سیکشن باید از سر شروع شود ببین در صفحه که فوتنوت میتگه 5 پاره شد دیگه هر ورق باید سر شروع شد اپلای the whole document باید تغییرات باید چی شود اپلای شود در کدام داکومنت باید اپلای شود the whole document علی insert بھی کنی اپلای کل لگی تغییرات مشکل خدایی نیست ای بار زود درس دادیم دی چی هست فوتنوت این نوت نوت میگیرم چسم دلیت کنیم مثال شکر دلیتش کنیم بسیار خوب
ما میخوایم کلگی فوتنوتا یک وقت دیلیت کنیم 100-200 دانه. یک سوال بده بسیار درجه برای ما آمده بود. کنترل پلاس H ریپلیسس یعنی چی باید پیدا شود؟ स्पेशल में कुल लगी फुटनोट में बच्ची रिप्लेस शवा by each replace all चाला replacement कुल लगी डिलीट शो कर इन नोट हम किस्म कुल लगी नोटा मा डिलीट में करें बच्ची by each दोबारा कुल लगी डिलीट ये भी नहीं या हजार के बाशा बैठ कलेक्शन नामी तने की वार है सप्रेस दिया गया तो दिगा वो सप्रेस कोई कार नहीं कर कि मन डॉक्यूमेंट पर ताखिर में आवर वो डिलीट ना में कर हमें द डॉक्यूमेंट माबैन की तनूरदारी ऊपर दाखिल में आवर दोस्तों जो ऊपर डिलीट खना में कर बस सबा बखर या रोजदार तारीफ सेटेशन